فیض‌الله و ملاحت خالوها والدان گمانبر شده بهزاد جان خالزاده 3 ماه است که برای اثبات بیگناهی پسرشان تلاش دارند. آنها به مقامات از جمله به پرزیدنت کشور مراجعت کردند. حادثه شب 22 و 23 اکتبر سال 2024 در جماعت پتر کانیبادام رخ داده است. هر سه بهزاد جان خالزاده، مصلح الدین فخرالدینов و امرالله بایمیرزایف در کارخانه پخته کانیبادام کار میکردند. بهزاد مجبور کردن بسیار زدیان که یا مردر به کلی میگیری یا میکشیمد و گفته ای برادرم میشد ای بری من نیک کرد ما در یه جا کلون شدیم من چه برادری خودم میکشم به کلی خودم میکنم گفته بسیارش میزنه زورش میبیاد مجبور میشد به هیچ میشد از درد زورش مجبور به کلی میگیرن ظلمش میکنن در همین کاغذا که امضا کن از ترسش بیچاره دستاش بریده همین میشه گرفته دستاش بریده خودکشی کرده است عذاب خطاش بسیار زده خودش میکشم گفته با اویزم گفته از نتویست است به حضور شده غلطیده اهوش رفته بعد گرفته برای نعمت سی بریدم ولی سج بریدم بیمار خونه دعوش تبابت کرده به زور آوردینش با بعدی وای با التماس کرده هر چیز خوراکی وای دادن که مقصد همه جا آوازه نشده و نفهمون هیچ کی با بهزاد جان خالزاده، مصلح الدین فخرالدینov و امرالله بایمیرزایف در یک محله ناحیه مسچاه بزرگ شده از خردسالی همدیگر را میدانستند. پیوندان امرالله بایمیرزایف درباره مناسبت با خانواده‌های گمانبران چیزی نمیگویند. نزدیکان بازداشت شدگان ابراز داشتند که سببی را برای کشتار نمیبینند. 24 سال میشد که ما همسایگی داریم حتی همسایگی رو بیا داریم چی توی معرکه هاشو میشد میرویم و یا میبیایند جدا معاملامون ناز همین خیلی فرزنداش دو بچه دارن بچه‌هاش خودی فرزند خودمون بابا امرالله رحمته میبیام میرم مادرش چی توی معرکه میکنه میبیان تمامی روبیام و معاملام خوب خودی گل ناز بود یگام بین ما شونه تو مثال بدبینی و جنجال نشده تا همین رو یک ماه و 23 روز شد کار کنیشه یکونه ماه شد کار کنیشه ولی حادثه روی داد من زنگ زدم گفتم بهزاد چی بینه میبیایی گفتم دان چه کار کردی گفت آچه خدا بشه جاها ما نزد ما دان 4 نفر بچه‌ای هستیم به همدیگه ما مهر و محبت داریم. برعکس این گفته ها ریاست کارهای داخلی سوخت در گزارش گفته بود که بهزاد جان و مصلح الدین بنابر خصومت شخصی به امرالله بایمیرزایف و برای پول این کار را کردند. ویدیوی اقرار را هم نشر کردند که معلوم نیست تحت چی شرایطی ثبت شده است. دادگاه تا زمان تحقیق ادعاها درباره شکنجه متهمان به جنایت محاکمه را باز داشته است. محاکمه گمانبران اول ماه دکبر سال 2024 در خوجند شروع شده بود. آنها را به کشتار، راهزنی و آزار جنسی متهم می کنند. روزنامه‌نگاران و حامیان حقوق را به محاکمه راه ندادند. پیوندان بازداشت شدگان حدس میزنند که گناهکاران دیگر افراد هستند. از همین ماه مارت سال 2024 تا همین ماه دکبر چند کشتارها شده است. فقط همین خفه میکنن و میکشن پشت سراشون و با چوب به آهن میزنن میکشن ما دیسالیم در تلویزیون‌ها مثلا در همین تلفن‌ها در اینترنت ها تماشا میکنیم فقط زده خفه کرده یا آب اقتصادیان کودک سر کرده کودکی گواره تا کلان سالای کشتادیان همین رحمتی امرالله بایمیرزایف هم کشتگیش همین استیلی که همین ها کشتیان چی خیلی همین ها کشتیان برابر یک خیل کشتگی یکم فرقیت ندارن مثلا همین زده خفه کردگی پشت سرش به غلطانه کشتگی انا بعد کشتارهای پی در پی در سال گذشته کانیبادام سری زبانی مردم شد. تنها در ماه دکبر در اینجا 10 کس از جمله 4 نابالغ از 3 عائله کشته شدند. از ماه مارت سال 2024 تا این دم تعداد عمومی کشته شده ها زیاده از 20 کس حساب شده است. دادستانی کل روز 21 دکبر گفت که 4 نفر را با اتهام دست داشتن در کشتارهای پیهم در کانیبادام دستگیر کرد. بعد این اعلان دیگر هیچ چیزی درباره حادثه ها و گمانبران نگفتند.